ضحاک نخست پادشاه اجنبی است، دوم ظالم است، سوم ماران ضحاک هجوم به مغز سر انسان دارد. مغز سر انسان یعنی هجوم به عقل و خرد. دشمن عقل و خرد است ضحاک با مارانش. از این نقطه نظر وقتی که ضحاک جمشید را سرنگون میکند، با حیله با نیرنگ اهریمن به سر تخت میآید، او پدرش را از بین میبرد. اول یعنی پدرکش است، از بین میبرد. ظلم بسیار با درازا کشید، مردم در تاریکی ماند. مردم نمیدانست که مثلا این چگونه حکومت است و چگونه رفتار دارد. یعنی اول اینکه دو نفر را هر روز به قتلگاه می بردن و مغز سر او را برای ماران ضحاک آماده می کردن. یعنی همین ضحاک ماران هم پادشاه اجنبی بود و هم با همین یک تاریخ بسیار بد که پدرش را کشته به سر تخت آمده است، به سر میدان آمد، به مردم تاریکی آورد. فردوسی میگوید نهان شد آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان، هنرخوار شد جادویی ارجمند، شده بربدی بر دست دیوان بلند. دست دیوان بلند شد. نهان شد آیین فرزانگان، پراکنده شد نامی دیوانگان میگوید فردوسی. یعنی در دوره ضحاک دیوانگان آمدن به سریشی، یعنی پیدا شدن. و باور کنید این یک تاریخی آموزنده است، تربیوی است و برای جوانان امروزه باید درس عبرت باشد. و وقتی که این را درست در میکنیم و میبینیم که کوه آهنگر یک نفر کاسب آهنگر زده به قصر ضحاک میدراید، میگوید 18 پسر مرا به قتل بردند و پسر آخرینش قارن کاوه است، پسر آخرین من را به من دهید. و میگوید وقتی که میدراید با توصیف خود ضحاک میگوید من فکر کردم که در پیش من یک کوه ایستاده است و یکم گپ میگه گفته به طرف کوه آهنگر گفته نتوانستم. میگه در شاهنامه است این گپ. و میگیرد پسرش رو و به بازارگاه میآید. و بازارگاه میاد جایی که آدم سر آدم است، آدم بسیار است، و میگوید که همه جمع شوید و با ضد ظلم ضحاک برخیزید و پیشدامن چرمین خود را که با اون آهنگری میکرد، پیشدامن چرمین خود را که بعضی ها میگن از چرم گاو بود، در تاریخ تبری میگن از چرم شیر بود، شاید بعدها با او یکم چیز علاوه کردن و همین پیشدامن چرمین رو بر سر نیزه کرد و همون نیزه رو گرفت و زیبازار میگه برخاست گرد، مردم جمع شدند و به طرف فریدون رفتند. فریدون پادشاه جوان، آنه که از اولاد کیان است و منتظر همین ساعت بود و در زیر درفش کاویانی ضحاک ماران را، ضحاک ظلمات را، تاریکی را، ضحاک ظالم را از بین میبرند و مردم ایران زمین این روز را روزی مقدس میدانستند. حتی میگن این روزی نوروز بود. این گپ هم هست. یعنی ظلم ضحاک را از بین میبرد زیر پرچم کاویانی، زیر درفش کاویانی ظلم ضحاک از بین برده میشود.